چطور به زبان انگلیسی با کسی قرار بذاریم؟ برای قرار گذاشتن میتونیم از عبارت ساده و پرکاربرد Let's meet استفاده کنیم. یعنی بیا همدیگه رو ببینیم. بعدش میتونیم زمان یا مکان رو اضافه کنیم. حالا چند تا مثال میزنم خوب یادش بگیری. چطور بگیم بیا توی پارک همدیگه رو ببینیم؟ At the park میشه در پارک. Let's meet رو قبلش میاریم میشه Let's meet at the park. بیا توی پارک همدیگه رو ببینیم. بیا ساعت 7 همدیگه رو ببینیم. At 7 o'clock میشه در ساعت 7. Let's meet رو قبلش میاریم میشه Let's meet at 7 o'clock. بیا ساعت 7 همدیگه رو ببینیم. بیا جلوی مرکز خرید همدیگه رو ببینیم. In front of the mall میشه جلوی مرکز خرید. Let's meet رو قبلش میاریم میشه Let's meet in front of the mall. بیا جلوی مرکز خرید همدیگه رو ببینیم. بیا ظهر همدیگه رو ببینیم. At noon میشه در ظهر. Let's meet رو قبلش میاریم Let's meet at noon. بیا ظهر همدیگه رو ببینیم. حالا تو هم با همین ساختار یه جمله برام بنویس. اگه این ویدیو رو دوست داشتی منو سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی برات نوشته بشن. ممنون از شما.